عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان عزیزم. خب دوستان، ما در 2 جلسه قبل راجع به امر آگاهی صحبت کردیم و مشخصا تئوری اورکوآر راجع پنروز. امروز میخوایم که تمرکزمون رو روی مقوله ناخودآگاه ببریم، آنکانشس، و مشخصا تئوری های کارل گوستاو یونگ در این حوزه و اون مقاله اصلی که با ولفگانگ پاولی ارائه کرد در سال 1952. خب ما میدونیم که حالا پنروز، راجع پنروز خودش به عنوان یکی از پیشگامان تئوری آگاهی کوانتومی علاقه خاصی به مطرح کردن مقوله ناخودآگاه نداشت، چون توی این حوزه مطالبی مثل روح و پاراسایکولوژی به عنوان مشاهدات انکارناپذیر دخیل میشه که پنروز به عنوان یک ماتریالیست علاقه‌مند نیست که به این موضوعات بپردازه و خودش هم میگه که من یک ماتریالیستم، هرچند ما هنوز نمیدونیم ماده اصلا چیه، هنوز ما ماهیت ماده رو نمیدونیم، اما من ترجیح میدم خودم رو یک ریاضیدان افلاطونی ماتریالیست معرفی کنم. اما خب در سال 1905 که آلبرت اینشتین داشت روی معمای زمان در فیزیک کار میکرد و نسبیت خاص رو ارائه کرد و 10 سال بعد 1915 که اینشتین نسبیت عام رو ارائه کرد، شخصی به نام کارل گوستاو یونگ همزمان داشت روی مقوله زمان در روان انسان کار میکرد و در نهایت به همکاری برنده جایزه نوبل فیزیک 1945 آقای ولفگانگ پاولی که از بیماران و مراجعین خودش بود، به خاطر یک شکست عاطفی عشقی به یونگ مراجعه میکرد، با این تئوری ناخودآگاه جمعی یونگ آشنا شد و دیگه بعدها تبدیل شد به یکی از تکمیل کنندگان این تئوری. و یونگ به کمک پاولی بود که تونست این مقالش رو تکمیل کنه در 1952 و دیگه رودربایسی ها رو کنار گذاشت، دلش رو به دریا زد و به طور رسمی این ایده رو مطرح کرد. و چیزی هم که یونگ در مطرح کردن ایده خودش میگه، این جملهش رو من اینجا نوشتم، میگه که من این اظهارات را به هیچ وجه به عنوان اثبات نهایی از دیدگاه خود نمیپذیرم. میگه من خودم هم قبول نمی کنم این مقاله‌ای که دادم یک اثباتیه بر این تئوری سینکرونیسیتی یا همزمانی، بلکه به عنوان نتیجه از مقدمات تجربی که میخواهم آنها را به تأمل خوانندگان واگذار کنم ارائه میدهم. میگه ما با ارائه این مقاله دیگه رودربایسی‌ها رو کنار گذاشتیم، دیگه برامون مهم نیست که ملت بهمون بگن دیوانه و این هیپوتز رو مطرح میکنیم که انشالله در آینده علم بتونه با شواهد متقن‌تری تکمیل کنه این تئوری رو. و خب من برای اینکه سینکرونیسیتی درک بشه یه داستان جادویی تعریف میکنم از یکی از این بیماران، خانم ماری لوئیس فون فرانس، برای اینکه بفهمیم مثلا سینکرونیسیتی یعنی چی، چون مثالهاش زیاده دیگه در زندگی خود ما هم اتفاق افتاده، ولی این مثال به نظر من اون المان‌های اعجازانگیز و اسطوره‌ای و آرکیتایپی رو خیلی تو دل خودش داره. برای درک سینکرونیسیتی بهترین مثالی که میشه زد. یک پزشک یهودی ساکن هاوایی و این یه روز داره از محل کارش به خونه برمیگرده و خودش رو برای مراسم جشن تکلیف خواهرزادش داره آماده میکنه، مراسم بار میتزوا. و وقتی که به خونه برمیگرده یادش میفته که این اشعار مقدس بار میتزوا رو فراموش کرده و یادش نیست. یک کتابی رو بیرون میاره که این اشعار درش نوشته، شروع میکنه به تکرار این اشعار و با بیمیلی و بیرغبتی و توتیوار این شعرها رو تکرار میکنه. خیلی طول نمیکشه که کتاب داخل قفسه میذاره و خسته میشه از خوندن این اشعار. اما ناگهان به طور تصادفی چشمش میفته به یک کتاب دیگه در کتابخونه، روند شکلگیری فردیت در قصه های پریان، نوشته خانم ماری لوئیس فون فرانس که به فارسی هم ترجمه شده این کتاب. و به طور تصادفی یک صفحه رو باز میکنه و شروع میکنه به خوندن. داستان یک پهلوان اسپانیاییه که در صدد شکار یک طوطی سفیده. اگر که به موقع شکار انجام بشه، پهلوان خودش و خانوادش از گزند روزگار در امانن، اما اگر که شکار به موقع انجام نشه تبدیل به سنگ میشه. و خیلی داره از خوندن این داستان
اساطیری لذت میبره که به ناگهان متوجه میشه یک پرنده جلوی در خونه‌شون داره سر و صدا راه میندازه. میره میبینه یه توتی سفیدی در حالی که زنجیر طلایی به پاش وصله و از دست صاحبش فرار کرده خودش رو به جلوی خونه‌شون رسونده و خیلی متحیر میشه از این واقعه که چند ثانیه پیش داشتم توتیوار آیات مذهبی و الهی رو تکرار میکردم، بعد یه دفعه اتفاقی چشم افتاد به داستان این توتی و پهلوان اسپانیایی و بعد از چند ثانیه این انگاره های ذهنی و آرکیتایپی و کهن الگویی تبدیل شد به یک پدیده واقعی و عینی در جهان مادی. و بعد از چند سال این مسئله رو با خانم فون فرانس در میان میگذاره و خانم فون فرانس هم ازش اجازه میگیره که این رو منتشر کنه در کتاب سایکن متر. اواخر این کتاب نکته رو ذکر کرد. خب ببینید اینجا ما با چند المان سر و کار داریم که میشه سینکرونیسیتی رو خیلی خوب درک کرد. اولا اینکه سلسله حوادث تصادفی هستند. به طور تصادفی چشمش افتاد به اون کتاب، تصادفی سفر رو باز کرد، تصادفی این قصه رو خوند و الی آخر. اما المان‌ها و ارتباطات کازال یا علی بین اجزای این داستان وجود نداره. اما از اون طرف می‌بینیم که ارتباطات آکازال غیر علی و یا معنایی و یا مبتنی بر سمنتیکس که این بهش میگه سینکرونیسیتی در این واقعه زیاده. چون فرد چند ثانیه قبل توتیوار داشته یه مسئله رو تکرار می‌کرده و چشش میفته به این داستان توتی سفید که توتی سفید در روانشناسی یونگ به معنای مرکزیت روانه، چیزی که یونگ بهش میگه سلف. و جالبه که مولانا هم مثلا توتی رو به معنای شناخت فردی به کار برده. اون مفهوم فردیت در ماجراهای توتی در مثنوی معنوی هم دیده میشه. و اتصال این معانی که همزمان میشه با وقوع یک پدیده واقعی در جهان مادی. خب ببینید یونگ این مقوله رو صرفاً از جهت کوینسیدنس شدن یا همزمانی یک سلسله حوادث غیر علی با همدیگه بیان میکنه و هیچ علیت و معلولی بین این پدیده ها قائل نیست. نمیگه که حضور اون توتی باعث این انگاره ذهنی شده در پزشک یهودی و یا اینکه خوندن این کتاب بوده که سبب حضور توتی شده در این در مقابل خونه این پزشک، بلکه میگه این دو حادثه تنها با هم دیگه کوینسیدنس شدن، سینکرونوس شدن، همزمان رخ دادند. و تعریف عمیق‌تر و دقیق‌تر سینکرونیسیتی اون انگاره ذهنیه که تجلی مادی پیدا میکنه. به چه دلیل؟ به علت فعال شدن انرژی‌های آرکیتایپی و اسطوره‌ای در ناخودآگاه انسان. اما ابن سینا و بوم و دیگران این نظر رو نداشتن. اونا از جنبه علی این مقوله رو بررسی میکردن. مقوله العقل الفعالی که ابن سینا بیان میکنه و بعدها در گره خوردن با تئوری بوم، فیزیکدان بزرگ، تبدیل میشه به تئوری ابن سینا بوم که از implicit و explicit order در جهان صحبت میکنه. میگه ما علاوه بر نظم صریحی که در جهان داریم و مبتنی بر علیته، یک نظم ضمنی داریم که این نظم ضمنی فعلا با علم ما قابل درک و توصیف نیست. اما خب علت این که این پدیده ها به نظر ما یه مقداری جادویی میاد و در واقع یک تصادف بی‌معناست از نظر دانشمندا. مثلا یکی مثل استیون پینکر میگه ما نظریه احتمال ساده رو، آمار احتمالات ساده رو دست کم گرفتیم که فکر میکنیم باید یه تعبیر معنایی برای این پدیده پیدا کنیم، در حالی که اگر شما یک حساب کتاب ساده هم انجام بدید متوجه میشید که این پدیده ها از جنبه آمار احتمال ساده هم قابل وصفه. اما برگردیم به خود مقاله اصلی یونگ در این حوزه که در سال 1952 با ولفگانگ پاولین رو ارائه کردن. مقاله بر دو قسمته. قسمت اولش رو یونگ نوشته در ارائه اصل سینکرونیسیتی که میگه ما یک حقیقتی به حقایق سگانه هستی اضافه کردیم و معتقدیم بدون این نمیشه جهان رو به کلیت توضیح داد. و قسمت دوم رو هم ولفگانگ پاولی می نویسه که در اون تأثیر ناخودآگاه جمعی و آرکیتایپ ها و سمبل ماندالا ها رو در تئوری های یوهان کپلر بیان میکنه و اونجا اثبات میکنه که کپلر
در ارائه نظری خودش در مورد گردش سیارات به دور خورشید تحت تاثیر ماندالاها بوده. و یک نموداری در این کتاب ترسیم میکنن پاولی و یونگ که قسمت بالاش، فلش بالا، انرژی فناپذیره، قسمت پایین پیوند فضا زمانه، سمت چپ عقلانیت، ارتباط عقلانی و دائمی یا کازال بین پدیده هاست و سمت راست هم اون چیزی که یونگ و پاولی اضافه میکنن، ارتباط غیر دائمی معنایی بین پدیده های تصادفی که هیچ علیتی در این مورد چهارم وجود نداره. توجه کنید که یونگ به عنوان تجربه گرا، یک پوزیتیویست که برای تعریف پدیده در ذهن انسان شأن بالای قائله، نمیاد بگه که همونطور که ارتباط کازال بین پدیده ها همواره وجود داره، این ارتباط آکازال یا معنایی هم بین پدیده ها در کیهان همواره وجود داره. این چیزی که پنسایکیست ها میگن، کسایی که معتقدن تمام ذرات موجود در عالم هوشمندن، هوشیارن، داره کانشسنسن. اونا معتقدن که این پدیده هم به طور همواره در جهان وجود داره، اما یونگ نه. یونگ اینا رو خیلی نقد میکنه و با عنوان یک تجربه گرا که به روش علمی و علوم تجربی بسیار وفاداره، هیپوتز خودش رو اینطوری میبنده: ارتباط غیر دائمی معنایی بین پدیده ها. و خب پدیده از نظر علوم تجربی در واقع اون چیزی که در ذهن انسان قابل درک و دریافت باشه. اصلا همین اوایل یونگ به زیبایی میاد روش علمی رو نقد میکنه. اجازه بدیم این رو از روی متن بخونم. خب روش علمی که ما میدونیم یعنی یه چیز تکرار پذیری که نه فقط بار یکم و صدم و دهم جواب بده، بلکه از بار یکم تا مثلا هزارم درست و جوابهای دترمینیستی که به ما بده و ما بتونیم عنصر احتمال یا شانس رو در این پدیده ها حداقلش کنیم و عوامل مزاحم و آرتیفکت هایی مثل پلاسیبو افکت رو هم به حداقل برسونیم. حالا بگذاریم از این که امثال هنری استر مثلا پلاسیبو افکت رو یک سندی بر ماهیت انرژی که روان و ارتباط ماده و ذهن میدونن، ولی خب در روش علمی و علوم تجربی این چیه؟ این یک عامل مزاحمه که باید مینیمم بشه. و یونگ میگه که consequently unique or rare events are ruled out of the account. میگه که در نتیجه این تعریفی که ما از روش علمی داریم، وقایع و رخدادهای تک و کمیاب کلن میذاریمشون کنار به عنوان یک شانس صرف و ما هیچ شأنی در روش علمی برای این وقایع تک و کمیاب قائل نیستیم. ولی خب مثلا توی بعضی شاخه‌های علم پیدا کردن یه دونه فسیل کافیه برای اینکه شما ادعا کنی اون جانور وجود داشته. کسی به شما نمیگه مثلا اگه کلینیکال ترایل بررسی بیماران اوتیسم مثلا 1000 تا 2000 تا الان باید بری 2000 تا فسیل بیاری. وجود همونی فسیل کافیه برای اثبات اینکه این جانور مثلا در دوران ژوراسیک وجود داشته. و میگه که moreover the experiment imposes limiting conditions on the nature. اون آزمایشاتی که ما انجام میدیم به شکل تجربی محدودیت‌هایی رو اعمال میکنه به طبیعت. For its aim is to force her to give answers to questions devised by man. به طبیعت میگه her. و میگه که طبیعت یک جوری این خواسته ما و پرسش‌های ما از طبیعت، دست و بال طبیعت رو میبنده که انگار ما مجبورش کردیم اون در اون راستایی به ما پاسخ بده که ما میخوایم. و every answer of the nature is therefore more or less influenced by the kind of questions asked. بنابراین پاسخهای طبیعت چه زیاد چه کم تحت تاثیر نوع سوالاتی هستن که ما ازشون میپرسیم. And the result is always a hybrid product. و در نتیجه پاسخ طبیعت به ما همواره یک پاسخ ترکیبیه، یک پاسخ هیبریده. مثل چی؟ مثالش الان میگم، فعلا اینو کامل بخونیم. The so-called scientific view of the world. آنچه که ما امروزه به عنوان نگرش علمی به جهان میبینیم based on this که مبتنی بر همین پرسش های ما از طبیعت و مجبور کردنش
به پاسخ در اون راستاست can hardly be anything more than a psychologically biased partial view. این به اصطلاح دیدگاه علمی به جهان که بر اساس این روش است نمیتواند چیزی بیش از یک دیدگاه جزئی و بایاسدار روانشناختی باشد. which misses out all those by no means unimportant aspects that cannot be grasped scientifically. و تمام اون جنبه‌های مهمی که نمیتونه به صورت آماری درک بشه رو نادیده میگیره. چیزی که ما امروزه در روش‌های آماری بهش میگیم چیه؟ میگیم شانس. خب مثال این پاسخ ترکیب طبیعت چیه؟ اون چیزی که در عصر مدرن خیلی علیت رو زیر سوال برد مقوله مرتبط با تابش‌های رادیواکتیوی بود و آزمایش دو شکاف. چیزی که باعث شد دانشمندا بگن قرار نیست حتما اون چیزی هم که ما در علم داریم به عنوان یک چیز علی دکارتی بررسی بشه. چون علیت رو ما از زمان دکارت به شکل یک چیز خطی بیان می‌کردیم که آ منجر می‌شود به بی و بی هم منجر می‌شود به سی. که ما در قسمت دوم راجع به رتروکازال صحبت کردیم، رتروکازالیتی، که در اون علیت بعد از معلول اتفاق میفته، یعنی اول معلول میاد بعد علت. آزمایش دو شکاف چیه؟ چیزی که خیلی علیت و نگرش انسان به علوم تجربی رو زیر سوال برد. آزمایش دو شکاف برای بررسی رفتار نوره که ما بدونیم نور ذره‌ای عمل میکنه یا موجی. میگن که دو تا شکاف قرار بدید، یک بسته فوتونی نوری به این بتابونید و نقش این فوتون ها رو برای یک پرده در سمت دیگر شکاف ثبت کنید. اگر که ما هیچ دتکتور ذراتی اونور شکاف قرار ندیم، امواج نوری با خودشون تداخل میکنن و طی تداخلات سازنده و مخرب یا کانستراکتیو و دیستراکتیو اینترفرنس در اون سمت شکاف بر روی پرده رفتار موجی از خودشون نشون میدن. ولی اگر ما تصمیم بگیریم که یک دتکتور ذراتی در اون سمت شکاف قرار بدیم، ذرات توسط این دتکتور صرفاً به شکل فوتونی، صرفاً با یک رفتار ذره‌ای آشکارسازی میشن، به طوری که هیچ رفتار موجی هم از خودشون نشون نمیدن. بنابراین اینجا ما با دو تا چالش مواجهیم. یک، نوع آزمایش و مواد ما در بررسی رفتار نور بر ماهیت نور تأثیر گذاره. پس اگر شما از دتکتور ذرات استفاده کنید، نور ماهیت ذره‌ای داره، اما اگر استفاده نکنید نور ماهیت الکترومغناطیسی موجی داره. و دوم مقوله رتروکازالیتیه، یعنی تصمیم شما در آینده، یعنی که بعد از اون شکاف دتکتور ذرات قرار بدید یا نه، بر رفتار موج در گذشته تاثیرگذار بوده. پس اگر شما در آینده دتکتور ذرات، یعنی بعد از پرده قرار بدید، نور قبل از عبور از این شکاف میتونسته که رفتار ذره‌ای یا موجی داشته باشه. ببینید این چیزی که یونگ میگه ما به طبیعت ایمپوز کردیم و ناچارش کردیم که مادر ما طبیعت جوابی به ما بده در اون راستا، باعث شده که پاسخ یک پاسخ هیبرید باشه. بله، نور هم رفتار ذره‌ای داره هم رفتار موجی و علیت همینجا به شکل یک امر مطلق زیر سوال میره. علیت رایج دیگه اینجا جوابگو نیست. اینجا دیگه ما با کازالیتی سر و کار نداریم، با رتروکازالیتی سر و کار داریم. و این پاسخ هیبرید باعث شده که چی؟ ما امروزه بپذیریم، بگیم آقا نور هم رفتار ذره‌ای دارد و هم رفتار موجی دارد. اما خب این روش‌های علمی و روش‌های آماری که ما به کار می‌گیریم باگ و ایراد زیاد داره دیگه. یونگ میگه که دنیا با روش آماری کار نمی‌کنه. روش آماری رو ما برای این محدود کردن این پارشال پوینت آف ویو دنیا، بررسی جزئی همون پدیده در دنیا به کار می‌گیریم که چاره‌ای هم نداریم. یعنی می‌دونیم که علم یک ابزار ناقصه، اما چاره‌ای نداریم دیگه. بهتر از این ابزار ناقص در حال حاضر وجود نداره. و میگه که جهان مبتنی بر ریالیتی خودشه، مبتنی بر احتمالات کار نمیکنه. همونطور که انیشتین میگفت جهان اونجوری که ما هم فکر میکنیم احتمالاتی نیست. و انیشتین دیگه این اواخر گفت که من اشتباه کردم، تجربه گرا بودم، خداوند تاس نمیاندازد. مثل راجر پنروز معتقد به اون نگرش جبری بود.
مثل شوپنهاور قائل به نگرش جبری شد و این نگرش جبری رو شما به وفور در بین دانشمندان و فلاسفه میبینید. خب آمار احتمال میاد چی کار میکنه؟ آمار احتمال ما هم تست میگیریم، مثلا تست های آماری مثل پی ولیو، مثل تی تست، که شما بیایید ببینید این دسته داده‌ای که دارید در مقایسه با یک گروه کنترل آیا اختلافشون معنادار یا معنادار نیست. و این معنادار بودن اختلاف با یک معیاری به نام پی ولیو مثلا مشخص میشه که کمتر از 5 صدم باشه، یا بعضیا میگن کمتر از 1 صدم. 5 صدم معیار 95%. و ما میایم مثلا بین این دو دسته داده اون تست آماری رو اعمال میکنیم و پی ولیو مثلا کمتر از 5 صدم میشه. خب ما میایم میگیم که اینجا یک کازالیتی در کار، یک علیتی که این دسته داده رو از هم دیگه تفکیک کنه. بنابراین آمار و احتمال وظیفش اینه که به ما بگه داده ها یک کاملا شانسی و بی‌معنان یا دو نه اختلافات معنا داره و یک کازالیتی در این دسته داده‌ای که داریم نقش داشتن. خب اما اون چیزی که ما به عنوان شانس در آمار و احتمال ذکر میکنیم یک تعریف مطلق و درست نیست، یک تعریف مشخص نیست، حتی یک تعریف نسبی هم نیست. شانس هیچ معنایی نداره. شانس در نبود علیته که تعریف میشه. بنابراین اگر جایی ما علیت رو نتونستیم پیدا کنیم یا علیتی وجود نداشت، میگیم که پدیده شانسی بوده. یونگ میگه در حق این پدیده های شانسی ما خیلی اجحاف کردیم، چون که خود این پدیده های شانسی هم اگه ما داخلش بریم، تو بحرش بریم و اینا رو بهتر بررسی کنیم، خود همینا هم میتونن به دو دسته معنادار و بی‌معنا تقسیم بشن. چه زمانی؟ در روانشناسی میگن وقتی که آرکیتایپ ها و اسطوره های کهن الگویی ناخودآگاه جمعی انسان تحریک بشن. در این حالتی که ما میتونیم برای این پدیده های شانسی یا تصادفی هم معنا پیدا کنیم. اما دو تا باور نادرست در مورد پی ولیو توی خود حتی کسایی که کار علمی انجام میدن بعضی وقتا دیده میشه. یعنی کسایی که تازه کارن تو حوزه کار آماری علمی. یکی این که فکر میکنن هرچی پی ولیو کمتر باشه دیتا با معنی تره، که همچین چیزی نیست. صرفا کمتر بودن پی ولیو از 500 میگه که این دیتا با معنیه. اما آیا اگر پی ولیو از 500 بزرگتر بود و طبق ادعای تست آماری این دیتا بی معنا بود، آیا این دیتا واقعا بی معناست؟ جواب اینه که خیر. خیلی جاها ما پی ولیو تست آماریمون هم میگه این دیتا بی معناست، اما با یه سری روش ها میتونیم این تفکیک پذیری رو انجام بدیم با ابزارهای قدرتمند مثل شبکه‌های عصبی عمیق. این بارها برای خود من پیش اومده که مثلا پی ولیو توی تست آماری خیلی بزرگ شده، ولی وقتی شما این دیتا ست رو، نه اون فیچرها رو که من در آوردم و بی معنا شده، اگه خود دیتا ست رو که به هیچ عنوان نمیشه به عنوان فیچر نگاش کرد، بدید به یه شبکه عصبی عمیق و پارامتراش رو دستکاری کنید، میبینید این شبکه اون عنصر کازالی که در درون این دیتا هست رو خودش در میاره و این دیتا رو به شکل تفکیک پذیری و معناداری برای شما تعبیر و تفسیر میکنه، دسته‌بندی میکنه. و این چیزی که برای من به وفور اتفاق افتاده برای خود من. می‌بینی پی ولیو خیلی بزرگه، ولی از این ور مثلا پیش بینی یا کلاسیفیکیشن رو با دقت 83% 84% ما تونستیم انجام بدیم. بنابراین خود مقوله آمار و روش آماری هم خیلی معتبر نیست. دلیل نمیشه که شما اگر تست آمارتون گفت این دیتا شانسی، اینو با یه ابزار قوی نتونید تفکیک کنید. اتفاقا خیلی وقتا این کار رو میشه کرد. یا مثالی که یونگ میزنه، میگه در بررسی واکنش بیماران نسبت به سوالات و کلماتی که ما میکنیم که این کمپلکس ها عقده هاشون رو در بیاریم. که طرف مثلا عقده اودیپ داره، عقده حقارت داره، یا هرچی. و این عقده اودیپ یا عقده حقارت خیلی وقتا ما میبینیم که با روش های آماری به نتیجه نمیرسیم و آمار احتمال به ما میگه که این جوابهای شما یه سری جواب شانسیه، اما همچنان شواهد و شهود روانپزشک باعث میشه که ما
فلان عقده رو در این رفتارها و توضیحاتش لحاظ کنیم. بنابراین این شهود روانپزشک و اون مهارتش در درک بیماره که خیلی وقتا بر روش‌های آماری غلبه میکنه. پس آمار و احتمال تعریف درست حسابی برای شانس نداره. صرفا میگیم که اگر علیتی نباشه پس پدیده شانسی بوده. و یونگ میگه که من این ایده خودم رو از اون کتاب شوپنهاور الهام گرفتم. شوپنهاور یک کتابی داره به عنوان کتاب حدس و گمان ماورایی در مورد طراحی ظاهری در سرنوشت فرد. Transcendental Speculation on Apparent Design in the Fate of the Individual. که شوپنهاور در این کتاب میاد اینطوری به طور خلاصه ایده های خودش رو مطرح میکنه. میگه که یک اراده متعالی وجود دارد که اساسی و منشأ تمام رویدادها و زنجیرهای علی است. این یک. شوپنهاور میاد در مورد این رویدادها صحبت میکنه. میگه همه اینا به یک اراده ماورایی، یک اراده بزرگتر متصله و تشبیهش میکنه به خطوط نصف النهار که اینا هرچی بالاتر میره کوچکتر میشه و در سطوح پایین به اون علت العلل میرسه. و نتیجه گیری سومش اینه که اراده متعالی سبب میشود رویدادهایی که ارتباط علی ندارند با معنا به همدیگر ارتباط داده شوند. بنابراین مقوله تصادفات معنادار رو قبل از یونگ آرتور شوپنهاور مطرح کرده. اما نقد یونگ چیه؟ نقد یونگ اینه که آقا ما یا پدیده ها رو داریم سینکرونیستیک از طریق معنا تعریف میکنیم یا داریم به شکل کازال اینا رو بررسی میکنیم. اگر شما داری از ارتباط معنایی بین پدیده های علی صحبت میکنی، دیگه علت العلل خطاب کردن ارتباط بین این پدیده ها چیه؟ پس این خودش یک تناقض. یونگ میگه که ما باید یا دنبال معنا باشیم، کازال اوردرنس، نظم غیر علی، یا اینکه نه تن بدیم به مقوله علیت و بگیم که معنای در کار نیست، همه چیز از طریق علیت قابل تعبیر و قابل بیانه. و خود شوپنهاور این کتاب و این ایده رو از کجا گرفته؟ از یک کتاب کانت گرفته که کانت گفتیم اصلا بنیانگذار این نگرش علی که ما در 200 سال اخیر باهاش مواجه بودیم، خیلی بیشتر از سالیان گذشته. اون نگرش خطی کانت به علیت هست که الان دیگه نقص شده، خیلی به چالش کشیده شده. و کانت در کتابی که داره به اسم Dreams of a Spirit Seer Illustrated by Dreams of Metaphysics، اینا رو من اینقدر کوچیک و تنگ نوشتم که جا بشه، بعضی وقتا گیر میکنم تو خوندنش. رویاهای یک بینشگر روحانی با مثالهایی از رویاهای متافیزیکی، که یک نگرش خیلی نقادانه و تمسخرآمیز به مقوله متافیزیک داره در این کتاب، که شوپنهاور این مقوله تمسخرآمیز رو میگیره و این رویاهای بینشگر روحانی رو سازماندهی میکنه، تئوری خودش رو بیان میکنه و بعد یونگ هم میاد روی نظر شوپنهاور نقد خودش رو بیان میکنه و میگه که ما آقایون پاراسایکولوژیست، کسایی که توی حوزه ارواح و اشباح و پاراسایکولوژی و متافیزیک کار میکنید، دنبال تعابیر علی در حوزه خودتون نباشید. حوزه شما نه با علیت و نه با علت العلل قابل تفسیر نیست. شما صرفاً باید از جنبه سینکرونیستیک یا سمنتیکس و نگرش کیفی و غیر علی پدیده ها رو نگاه کنید. و این اون چیزی که یونگ در نهایت مطرح میکنه. اما این به نقد کشیدن مقوله علیت چیزیه که ما گفتیم در خود زمینه‌های علمی هم که قائل به علیتن، ما بسیاری پدیده ها داریم که اینها یک آکازال اوردرنسن، اینها هیچ علیتی برشون حاکم نیست. و یک کیهانشناس کانادایی به نام آقای هوبرت ریوز میاد یک مقاله‌ای داره به نام هجوم به دنیای علی، که در این مقاله هجوم به دنیای علی میاد به صراحت بیان میکنه که آقا در همین دنیای علی هم که ما
با روش‌های علمی داریم کار میکنیم، پدیده‌های غیر علمی خیلی زیادن. مثالش تابش رادیواکتیو، غیر قابل پیش بینی بودن رفتار اتم در فیزیک کوانتومه، تابش پس‌زمینه کیهانیه که این تابش پس‌زمینه کیهانی یکی از مستندات بر تئوری بیگ بنگ. بنابراین در خود پدیده‌های علی هم ما در خود علومی که قائل به علیت خطی و دکارتی هستند هم باز ما پدیده‌هایی داریم که کاملا غیر علی هستند. توی ادامه مثالا چی میگه؟ از پاندول فوکو صحبت میکنه هوبرت ریوز که بر اساس جرم جهان کار میکنه نه جرم سیاره ما، و از پارادوکس ای پی آر هم صحبت میکنه که ما تو جلسه اول و دوم راجبش صحبت کردیم. پارادوکس ای پی آر یا آینشتین پودورسکی روزن که در اونجا ادعا شد حقیقت حاکم بر هستی میتونه مستقل از فاصله و زمان باشه و اندازه‌گیری شما در یک فوتونی میتونه بلا فاصله به طور نان لوکال و با سرعت فوق نوری بر ذره دیگه که با این انتگل شده ظاهر بشه. و مشابه این ایده ها رو بین آزمایش های پاراسایکولوژیست های کسایی که تو حوزه تلپاتی و ارواح این چیزا کار میکنن میبینید. مثلا یک پاراسایکولوژیستی به نام آقای جوزف بنکس رینه که آمریکایی هست و بسیاریشون هم قائل به روش علمی بوده، خیلی مطالعات خیلی زیادی، آزمایش‌های خیلی زیادی تو حوزه تلپاتی کرده و 3 تا از آزمایش‌های معروفش که یکی تلپاتی اکسپریمنت با حدس زدن کارت‌ها، یکیش تایم اکسپریمنت در حوزه پریکاگنیشن یا پیش آگاهی، و آزمایش سوم آزمایش روان جنبشیه که مرتبط با آزمایش انداختن تاس هست. اما آقای رینه در این آزمایش‌هاش متوجه میشه که این یعنی محرز بودن و بدیهی بودن امر تلپاتی رو در آزمایشات خودشون بهش میرسن. یعنی وجود تلپاتی در بین پاراسایکولوژیست‌ها و کسایی که تو این حوزه کار میکنن همونقدر به شکل تجربی بدیهیه و درسته که وجود موسیقی در زندگی ما. مثلا یونگ یه جا میگه وجود روح و ارواح و اجنه در روانشناسی همونقدر ارگانیکه که وجود یک گیاه در بیولوژی یا وجود یک حیوان در بیولوژی و اینا دیگه چیزای قابل انکاری نیست. اما نتیجه که آقای رینه تو آزمایش خودش میگیره اینه که با افزایش فاصله تغییری در نتایج تلپاتی اتفاق نمیفته و نتیجه تلپاتی هم یک امر کاملا نان لوکاله. اما چیزی که رینه توی آزمایشات خودش در دقت تلپاتی بهش میرسه اینه که انگیزه فرد و فعال بودن انرژی های ذهنیش در درست حدس زدن کارتا و معتبر بودن نتایج تلپاتی خیلی تاثیرگذاره. و توی یک مورد حتی پیش اومد که فردی تونست بیش از 250 تا کارت رو به درست حدس بزنه که اینا 5 نوع شکل مختلف روشون بوده. با تلپاتی تونسته که این اطلاعات رو دریافت کنه و حدس بزنه که این کارتی که دارن بلند میکنن چه شکلی پشتشه و به این نتیجه میرسه که فعال بودن انرژی های ذهنی بسیار تاثیرگذاره در معتبر بودن یک رخداد پاراسایکولوژی. و توی یک مورد یونگ میگه که یک مدیوم ارواح بود که هیچ کدوم از این کارتا رو نتونست درست حدس بزنه و ما وقتی که ازش پرسیدیم چرا این اتفاق افتاد، تو که مدیوم ارواحی روح اظهار میکنی از این ارواح با عالم پاراسایکولوژی خیلی در ارتباطی، میگه که کارتا بیروحن، به من انگیزه نمیدن. و خب این چیزی که آقای رینه بیان کرده در آزمایشات تجربی خودش تو حوزه تلپاتی تاثیرگذار بوده بر یونگ که بعداً میاد میگه که وقتی اون انرژی های آرکیتایپی در ذهن انسان فعال بشه یک رخداد سینکرونیستیک اتفاق میفته. بنابراین اگر پدیده ها از لحاظ آماری دو دستن، شانسی یا بی معنا و معنادار، شما اگر بری داخل این قسمت معنادار
قسمت شانسی یا بی‌معنا، خود این هم میتونه تبدیل بشه به قسمت‌های معنادار بی‌معنا. کجا این معنا اتفاق میفته؟ وقتی که انرژی‌های آرکیتایپی یا کهن‌الگویی در ذهن انسان فعال بشه و بتونه معنا ببخشه به این دسته‌های شانسی یا تصادفی. و یونگ میگه که اصلا درک این پدیده غیر علی یا آکازال بی خود انقدر سختش میکنن دانشمندا و گارد دارن بهش. درک این همونقدر ساده است که درک آکازال بودن رفتار رادیواکتیو، نیمه عمر رادیواکتیو. و میگه که همزمانی یک دیدگاه فلسفی نیست. این خود جمله یونگه که من از مقالش برداشتم، الان براتون میخونم. میگه synchronicity is not a philosophical view but an empirical concept that postulates an intellectually necessary principle. همزمانی یک دیدگاه فلسفی نیست بلکه یک مفهوم تجربی است که اصلی فکری و ضروری را مطرح می‌کند. این را نمی‌توان نه مادی‌گرایی نامید و نه متافیزیک. میگه هیچ کدوم از اینا نیست، نه ماتریالیسم نه متافیزیک. هیچ محقق جدی ادعا نمی‌کند که ماهیت آنچه مشاهده می شود و مشاهده می کند، یعنی روان، مقادیر شناخته شده و قابل فهمی هستند. یونگ به عنوان یک پوزیتیویست، به عنوان یک تجربه گرا که شأن قائل برای تعریف پدیده در علوم تجربی، نمیاد هیچ تعریف ماتریالیستی یا متافیزیکی ارائه کنه برای مشاهده. میگه ما فقط یک سری مشاهده داریم انجام میدیم. شما اول به توافق کنید راجع به این مشاهده، اینا رو به شانس صرف نسبت ندید، بپذیرید و بعد دیگه انشالله علم پیشرفت میکنه و یک تعبیر مناسبتری حالا شاید تو فیزیک کوانتوم برای اینا پیدا بشه در آینده. پس هیچ محقق جدی ادعا نمی کند که ماهیت آنچه مشاهده می شود و مشاهده می کند، یعنی روان، مقادیر شناخته شده و قابل فهمی هستند. اگر آخرین نتیجه گیری های علمی به ایده واحد از هستی نزدیک و نزدیکتر می شوند که از یک سو با فضا زمان و از سوی دیگر با علیت و همزمانی مشخص می شوند، این هیچ ربطی به مادیگرایی ندارد، بلکه به نظر می رسد که این نشان می دهد شاید امکانی برای از بین بردن عدم تجانس میان مشاهده شده و مشاهدگر وجود دارد. در نتیجه در این صورت یک وحدت از هستی خواهیم داشت که باید با زبانی مفهومی و جدید بیان شود. زبانی خنثی، همانطور که ولفگانگ پاولی به آن اشاره کرد. A neutral language. یک زبان خنثی. چیزی که هیچ بایاسی به مسئله متافیزیک نداشته باشه، هیچ تعصبی هم بر علیت خطی و ماتریالیسم نداشته باشه. و مقوله اونوس موندوس از همینجا میاد. این وحدت بین جهان افلاطونی و جهان مادی که پنروز میگه، یا وحدت بین ذهن و ماده که یونگ میگه. بنابراین یک نگرش غیر متعصبانه به مذهب و یک نگرش غیر متعصبانه به علم و ماتریالیسم لازمه که بالاخره این تئوری ها به نتیجه برسه. اما مسئله‌ای که در سینکرونیسیتی خیلی بر حوزه های دیگه علم تاثیر گذاشت، نقش سینکرونیسیتی بر مقوله فرگشت یا تکامله که خیلی هم تو این حوزه تاثیرگذار بوده. خب ما از قدیم میدونیم که ژاک مونو میگفت که فرگشت حاصل تصادفات صرفه و با غیر از تصادفات و جهش ها نمیشه این بقای موجودات رو توجیه کرد یا توضیح داد. اما ولفگانگ پاولی در یکی از نوشته‌های خودش اینطور میگه که دوره‌های زمانی تکامل زیستی برای رخ دادن این نوع جهش‌ها بسیار کوتاه است. یعنی زمان کافی وجود ندارد که جهش فقط با تصادف و شانس رخ بدهد. بنابراین پاولی وجود صرفاً شانس رو در مقوله فرگشت یا تکامل رد میکنه. میگه اگه قرار بود فقط با شانس این میوتیشن های جهش ها رخ بدن،
گونه‌های زنده اصلا فرصت بقا پیدا نمی‌کردن. و بعدا هانسولی اتر میاد مسئله رو اینطور بیان میکنه، نظریه تکامل رو اینجوری تکمیل میکنه که تغییرات تکاملی به جای اینکه پراکنده و تصادفی رخ دهند به شکل انباشت تصادفات معنادار رخ میدهند. accumulation of synchronistic events، چیزی که یونگ گفته، انباشت معناداری از وقایع تصادفی، حوادثی که نه به طور علی که به طور معنایی به هم دیگه برسن. و خب استوارت همیروف، همون همکار راجر پنروز، خیلی تاکید داره بر این نگرش مبتنی بر کانشسنس در مقوله فرگشت. میگه ما اگر یک آگاهی برای موجودات قائل بشیم و این آگاهی رو فقط برای موجودات دارای مغز لحاظ نکنیم، این رو برای یک پارامسیوم هم در نظر بگیریم، یک موجود تکسلولی میره رفیق پیدا میکنه، ازدواج میکنه، لشکرکشی میکنه. خب همه اینا معلومه که یک آگاهی در اون لول های پایین وجود داره که این پارامسیوم میتونه اینقدر زندگی ارگانیک و اجتماعی داشته باشه. و توی همین مقاله 1952 هم یونگ همین مسئله رو بیان میکنه که ما اشتباه میکنیم که آگاهی رو منحصر به موجودات دارای مغز میدونیم. آیا آگاهی در یک استیت کوانتومی و در داخل میکروتوبول ها قرار داره؟ نمیدونیم. جلسه قبل بررسی کردیم که همچنان در سطح یک هیپوتزه، هنوز شکل علمی به خودش نگرفته. اما خب بازم هیپوتزهای دیگه مطرح میشه که یه جورایی با مقوله سینکروسیتی و کانشسنس مرتبطه. مثلا روبرت شلدریک میاد یه مقوله رو مطرح میکنه به نام میدانهای مورفوژنیک و میگه که دی ان ای فقط اطلاعات سنتز پروتئین رو در خودش داره و هیچ چیزی در مورد چینش سه‌بعدی ساختار انسان، ساختار بدن انسان نمیگه. و پنروز هم اتفاقا توی شادوز آف د مایند میگه که همون ذرات بنیادینی که بدن ما رو به وجود آوردن، بدن یک در واقع پیکره یک سنگ رو هم به وجود آوردن، یک دیوار رو هم به وجود آوردن. اما چیزی که باعث شده ما به این شکل امروزی آگاه بشیم در واقع چینش سه‌بعدی ساختار بدن ماست، نه اون مصالحی که ما ازش ساخته شدیم. مصالح هممون یکی، اون چینش سه‌بعدیه که ما رو تبدیل به گونه آگاه از این جنس کرده. که این رو روبرت شلدریک که یک زیستشناس پنسایکیسته با هیپوتز میدانهای مورفوژنیک بیان میکنه. و خب همین هیپوتز اتفاقا قبل از کشف دی ان ای هم مطرح شد، جایی که از شود شرودینگر در سال 1944 در کتاب حیات چیست مقوله کریستال های غیر مکانیکی رو مطرح میکنه و میگه یه سری کد در بدن هست که با استفاده از این کدها وراثت اتفاق میفته و حیات میتونه که با این کدهای دی ان ای و این اطلاعات پروتئینی اطلاعات رو به نسل‌های دیگه منتقل کنه، تا اینکه مثلا 9 سال بعد از این که شرودینگر مسئله کریستال های غیر مکانیکی رو بیان میکنه، تازه دیگه اونجا مولکول دی ان ای با عکس برداری از ایکس ری کشف میشه. شاید هم همین اتفاقی که واسه اونا افتاده واسه این تئوری میدانهای مورفوژنیک روبرت شلدریک هم بیفته. روبرت شلدریک چون نگرش مذهبی داره، خیلی یک پنسایکیست رادیکاله، یه تاکی هم توی تدیکس داشت که اینو تحت فشارها که گفتن خیلی شبه علمی و مزخرفه مجبور شد که تد از روی وبسایتش پاک کنه. بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم که میتونه غیر از علیت پدیده های دیگری هم نقش داشته باشه در طبیعت و ما فقط با این 3 عنصری که قبلا انرژی های فناپذیر، فضا، زمان و علیت نتونیم دنیا رو به طور کامل توضیح بدیم و اون نگرش سینکرونیستیک یا معنادار موقت بین پدیده ها هم لازم باشه که ما بتونیم طبیعتمون رو توضیح بدیم.
اما من راجع به این واژه موقتی که یونگ توی نمودار آورده بیشتر صحبت کنم. ببینید ما گفتیم که یونگ برخلاف اونچه که تبلیغ میشه خیلی انسان پوزیتیویست و تجربه گرایی و به همین خاطری که میگه این ارتباط معنایی بین پدیده ها موقته. پدیده گفتیم تو علوم تجربی چیه؟ چیزی که توسط ذهن قابل درک و دریافت باشه. اما خود این تعریف پدیده در علوم تجربی یک فرض متافیزیکی، چیزی که دکتر گلشنی مطرح میکنه و هنری استب بعدا نامه می‌نویسه به دکتر گلشنی و این تئوری رو تایید میکنه. میگه بله ما بدون بنیانهای متافیزیکی در علوم تجربیمون هیچ وقت نمیتونیم به این نقطه برسیم، هیچ وقت نمیتونستیم. مثال سادهش مثال درکیه که انسان به شکل متأخر از رنگ آبی به دست آورده. خب ببینید تو الیاد و اودیسه هومر نوشته شده که الیاد و اودیسه هومر که دریا به رنگ تیره شرابیه و حافظ مثلا میگه مزرعه سبز فلک دیدم و داس مهنو و هنوز هم یک قبیله هایی در آفریقا هستن که قادر به تفکیک رنگ سبز و آبی نیستن. یا اصلا رنگ فیروزه‌ای در ایران باستان خود ما یک رنگی بوده مرز بین آبی و سبز، رنگ فیروزه‌ای. هیچ تفکیک مشخصی در اون دوران بین آبی و سبز قائل نبودن. این درکی که ما از پدیده رنگ آبی داریم یک درک متأخره. اما آیا قبل از این که این رنگ توسط مغز ما قابل تفکیک باشه از رنگ سبز وجود نداشته در دنیای خارجی؟ البته که وجود داشته. البته که به شکل پدیده خارج از ذهن انسان وجود داشته. اما ما همچنان پدیده رو در علوم تجربی به چه شکل معنی میکنیم؟ به چیزی که توسط ذهن انسان قابل درک و دریافت باشه. بنابراین متافیزیک از اونچه که تصور میکنیم به رگ گردن ما نزدیک تره. کل علوم تجربی یک مبنای متافیزیکی داره. تعریف پدیده در علوم تجربی یک امر متافیزیکیه. اینو از این لحاظ گفتم که الان میخوام بریم سراغ تئوری ابن سینا در مورد عقل الفعال و خیلی ها در نقد ابن سینا میگن که ابن سینا یک متافیزیسین بود و بدعت‌هایی رو وارد علم کرد. خب این دوستان به این خاطره که مطالعاتشون در حوزه فلسفه علم کمه. اینا فکر میکنن که علم به اون نگرش تجربی آماری و تعریف ناقصی که از شانس ارائه کرده که گفتیم مثلا شانس معنی نداره، شانس یعنی نبود علیت، میان و میگن که قوره نشده مویز گشتن و میگن که ابن سینا یک متافیزیسین بود، انگار که مثلا متافیزیک فوش باشه. و همینی که یونگ رو نگران میکنه. میگه ما به یک زبان خنثی نیاز داریم در آینده که انقدر بایوس نداشته باشه به سایکولوژی و پاراسایکولوژی، انقدر بایوس نداشته باشه به معقوله ذهن انسان و تأثیرش بر دنیای مادی. خب ابن سینا نه فقط ابن سینا هستن، حتی سهروردی وقتی که میاد مقوله هور قلیا رو مطرح میکنه انگار داره از اون حد واسط بین جهان افلاطونی و جهان مادی صحبت میکنه. شما برید هور قلیای سهروردی رو سرچ کنید که هنری کوربین خیلی راجبش صحبت کرده، توضیح داده. هنری کوربین خیلی علاقه داشت به فلاسفه اسلامی و عرفای اسلامی و معتقد بود که اون افکار افلاطونی به شکل مستقل در بین عرفای شرقی و اسلامی وجود داره. و خب بریم سراغ تئوری ابن سینا. تئوری ابن سینا که مقوله العقل الفعال رو مطرح میکنه و برخلاف یونگ که صرفاً یک همزمانی بین رخدادی ذهنی و تجلیش در دنیای مادی میبینه، میگه اینا علت اون نیست اونم علت این نیست، فقط اینا با هم دیگه همزمان شدن تمام و این وسط یک خلق معنا اتفاق افتاده. در این مقاله یونگ و پاولی در 1952 اتفاقا اسم ابن سینا هم اومده و اشاره کردن به نوشته از آقای آلبرتوس ماگنوس یا آلبرت بزرگ
و میگه که ابن سینا معتقد بود صور کهن الگویی که در روح وجود دارند، اون صور آرکیتایپی، اون صور کهن الگویی میتواند بر ماده اثر بگذارد. بنابراین اینجا یک فعالیتی برای ذهن انسان قائله. او تصور یا ایمجیناتور را دارای اثری جادویی میدانست. اثر نه تنها در درون بدن که خارج از آن هم رخ میدهد. و اگر روح در حالت والایی باشد، ماده در خارج از آن تبعیت میکند. پس هرچه در روح شکل بگیرد در ماده جهان بیرون هم یافت میشود. لذا روح در ماده زندانی نیست که بر آن حاکم است. این عقیده ابن سینا بود. و خب اینو دیگه ما از مشکلات روانتنی و مقوله پلاسیبو افکت و این چیزا امروز دیگه بیشتر میدونیم که آقا این واقعا روحه که میتونه بر جسم تاثیر بگذاره و جسم به اون صورت بر روح اثرگذار نیست. و یونگ از آلبرتوس ماگنوس نقل میکنه در سال 1206 تا 280، آلبرت بزرگ ساکن آلمان، میگه که من در کتاب ششم طبیعیات ابن سینا که بخشی از شفا هست دیدم ابن سینا شرح آموزنده‌ای را بیان میکند که میگوید یک قدرت خاص برای تغییر اشیا در روح انسان ساکن است و دیگر چیزها را تحت فرمان خود در میآورد. به ویژه که او به یک افراط بزرگ از عشق یا نفرت یا احساسات مشابه گرفتار می شود. پس هرگاه که روح به افراط بزرگی از هر احساساتی بیفتد می توان با تجربه ثابت کرد. ببینید ابن سینا هم یک پوزیتیویست بوده، مثل یونگ میگه که اینا رو فقط با تجربه میشه مشاهده و اثبات کرد، امر قابل انکاری نیست. می توان با تجربه ثابت کرد که او اشیا را به نحوی که می خواهد می تواند تغییر بدهد. هر کس بخواهد از انجام و لغو این چیزها بیاموزد باید بداند که هر کس می تواند بر هر چیزی به طور جادویی اثر بگذارد، البته اگر به یک افراط بزرگ افتد. این افراط بزرگی که ابن سینا انقدر روش تاکید داره چیه؟ همون فعال شدن انرژی های آرکیتایپیه که گفتیم توی بحث پاراسایکولوژی هم اون مدیوم ارواح چون هیچ رغبتی نسبت به این کارتا نداشت نمیتونست درست حدس بزنه، ولی وقتی که اون جوشش و غلیان در ذهنش در ناخودآگاهش رخ میداد میتونست که حتی تا 250 کارت هم با دقت بالا که دقتش 1/میلیارده، 1/میلیونه، عددش یادم نیست، حالا شاید این بالا نوشتم که اون ذکر میکنه تو این مقاله، میتونه حتی یک پدیده شانسی رو به شکل معناداری در اون راستایی که میخواد تغییر بده. اما او باید در همان ساعاتی که این افراط به او دست میدهد عمل کند و با چیزهایی کار کند که روح او تجویز میکند، زیرا روح در آن زمان آنقدر مشتاق ماده‌ای است که میخواهد انجام دهد که به طور خودکار ساعت نجومی مهمتر و بهتری را که بر هر چیز مناسب برای آن ماده نیز حاکم است به دست میآورد. این ترجمهش خیلی سخت بود، بخونید از روی متن اصلی، متن اصلیش هم همین بالا میذارم. بنابراین روح است که چیزها را با شدت بیشتری آرزو می کند و چیزها را مؤثرتر و شبیهتر به آنچه پدیدار می شود می سازد. پس یک فعالیتی بین روح و اون انرژی های آرکیتایپی در ناخودآگاه انسان و دنیای مادی برقرار بوده. این چنین است که همه چیزهایی که روح به شدت آرزو می کند تولید می شود. به همین خاطر که از قدیم گفتن وقتی شهاب سنگ می بینی آرزو کن، آرزود محقق میشه، چون در لحظه دیدن اون شهاب سنگ شما انرژی آرکیتایپی ذهنت خیلی فعال میشه. کاری به درست و غلطش بودنش ندارم، کار به این دارم که این مسئله چقدر از قدیم تا به امروز در بین بزرگان ما و گذشتگان ما وجود داشته. یا اصلا ما کیا فال میگیریم توی یکی از کهن الگویی ترین نمادهای زندگیمون، فال حافظ رو شب عید و نوروز میگیریم. و همین مسئله رو یونگ در مورد فال ایچینگ در شرق هم بیان میکنه. میگه که وقتی چند نفر نشستن بیخیال دارن فال میگیرن، اتفاقا فال نتیجهش خیلی بی‌معنی میشه در آینده و هیچ پیشبینی از آینده نمیتونه انجام بدن. اما وقتی مشتاق میشینن این فال رو انجام میدن و این سکه ها رو میندازن،
میشه به یک پیشگویی و یا پیشبینی نسبی از آینده رسید. پس این ویل، این انگیزه، این فعال بودن انرژی آرکیتایپی در معنی بخشیدن به اون دسته تصادفی آماری بسیار نقش پررنگی داره. اما این باور به این که ذهن انسان بر طبیعت تأثیر گذاره در گذشته هم بسیار به وفور وجود داشته، در بین ایرانی ها، در بین شرقی ها. نه فقط به این شکل که ذهن ما بر محیط تأثیر میگذاره، به این شکل که محیط هم بر زندگی ما تأثیر میگذاره. یک مثال از تأثیر ذهن ما بر محیطمون چیه؟ همون ماجرای بهرام گوره که ناشناس به یک تاکستانی میره و ازش میخواد، از اون صاحب اون تاکستان میخواد براش آب انگور بیاره. و وقتی که براش آب انگور میاره خیلی لذت میبره و میگه که یه لیوان دیگه برام بیار، یک جام دیگه برام بیار. و تو این لحظه این طمع به دلش میفته در این فاصله که طرف میره آب انگور دوم رو بیاره. میگه که اینا چقدر نعمت زیاد دارن، کاش من بیشتر از اینا مالیات میگرفتم. و وقتی که اون کشاورز برمیگرده، بهرام گور میگه که انگار این جامی که برای من آوردی یه خورده کمتر از جام قبلی بود، دلت نیومد پرش کنی؟ میگه نه، من با همون مقدار انگور دوباره برات آب انگور گرفتم. مثل اینکه نظر پادشاه و رضایت پادشاه از مردمش برگشته، به همین خاطر این نعمت یه مقدار کم شد. تو این فاصله نظر پادشاه از ما برگشته. این کشاورز میگه من نمیدونه کسی که داره باش صحبت میکنه بهرام گوره. و اینقدر گذشتگان ما این ماهیت انرژی که روان و ارتباط بین ذهن و ماده رو مقوله پررنگ میدونستن. اما ارتباط محیط بر ذهن چی؟ بر سرنوشت انسان چی؟ یونگ برای این، یونگ که نماره لوئیس فرانس توی سایکن متر، برای این یک مثالی آورده از چین در دوران سلسله تانگ که میگه یک ملکه بود خیلی پادشاهش رو به حاشیه رانده بود و قدرت رو به طور مطلق غصب کرده بود و یک روز که اینا میرن گردش میبینه که یه دریاچه‌ای روی کوه آتشفشانی پدیدار شده و ملکه با لبخند و خوشحالی میگه که عجب کوه خوشبختی. و وقتی که این حرف رو میزنه سپاهیان خیلی بهشون برمیخوره، چون معنای این حرف ملکه رو میفهمن. در ادبیات چین کوه نماد مرده و دریاچه نماد زن و اینجا که دریاچه بالاتر از کوه قرار گرفته نماد اینه که در واقع ملکه از پادشاه قدرتمندتر شده و ملکه اینجا با این بیان رندانه میخواد بگه که ببینید اون چه که در دربار اتفاق افتاده خواست طبیعت و خداوند بوده و به این خاطر من در دربار شاه رو به حاشیه روندم و ملکه قدرتمندتر شده و بالاتر از شاه خودش قرار گرفته. علتش اینه که دریاچه در طبیعت بالاتر از کوه آتشفشان قرار گرفته و سپاهیان خیلی ناراحت و برآشفته میشن از این مسئله و وقتی که به خونه میرن به قصر برمیگردن یک نظامی نامه مینویسه به ملکه، دلش رو به دریا میزنه و میگه که ملکه بزرگوار، من آموختم جهان هنگامی نابود میشود که نفس آسمان از بین برود. آسمان یه چیز مردان است در ادبیات شرق دور و هنگامی که نفس زمین از بین برود، نفس زمین هم زنانه است، پس روح انسان نابود می شود. و میگه که تو به شیوه مردانه خود را بالاتر از حاکم برده‌ای و نظم طبیعت را به هم زده‌ای. توبه کن و قدرت رو به پادشاه برگردون، بذار که طبیعت هم از ما آشفته نشه. این مادر طبیعت دودمان سلسله تانگ رو نابود نکنه، تومارش رو در هم نپیچه. و ملکه برآشفته میشه از این نامه سپاهی و اون رو تبعید میکنه. این هم یک مثالی از اثر متقابل ذهن و ماده و ذهن در ادبیات قدیمی ما. و خب ماری لوئیس فون فرانس میگه که من یه سال داشتم مسئله سینکرونیسیتی رو برای یه سری اروپایی توضیح میدادم و یک شرقی، یک ژاپنی پیش من اومد و گفت که خانم فرانس مرسی که به من آموختی علیت چیه. و فرانس هم تعجب میکنه، میگه من کل این چند ساعت رو داشتم در مورد سینکرونیسیتی صحبت میکردم، چطور شد که تو از توضیحات من علیت رو فهمیدی؟ و اون ژاپنی میگه که اصلا ادبیات ما گره خورده با مقوله سینکرونیسیتی. اتفاقا ما شرقی ها
و مخصوصا مردم چین و ژاپن حتی اون فیزیک علی رو هم به تعبیرهای سینکرونیستیک یاد گرفتیم و ذهن ما خیلی گره خورده با این ادبیات از دوران قدیم. و حالا یک کتابی هم هست بعدن این رو مایندفول یونیورس از هنری استپ، همون کسی که گفتم نامه نوشته به دکتر گلشنی در مورد نقش متافیزیک در شکل‌گیری علوم تجربی. این کتاب بعداً بررسی میکنیم. اما خب این مقوله پلاسیبو افکتی که هنری استپ میگه یک گواهی بر ماهیت انرژی که روانه و در علوم تجربی ما میخوایم اینو مینیممش کنیم، اما در جادوپزشکی و شمنیسم اتفاقا این رو پذیرفتن و ازش استفاده میکنن به عنوان یک فرصت در درمان مشکلات روانتنی. یک مثالی هست که یونگ این رو بیان میکنه. میگه هنگامی که من عازم کوه الگون در شرق آفریقا بودم در حدود سال 1925 و 1926، یکی از افرادی که آب ما را حمل میکرد زن جوانی بود که در دهکده مجاور زندگی میکرد. این زن در راه بیمار شد. بیماری او شبیه سقط جنین عفونی با تب بالا بود. ما نتوانستیم از طریق فراورده‌های دارویی ناچیزمان او را درمان کنیم. پس خویشاوندان او سریع به دنبال پزشک قبیله یا جادوپزشک رفتند. هنگامی که او رسید به صورت دایره‌ای دور کلبه قدم زد. دایره‌ها دائما عریض‌تر می‌شدند. جادوپزشک در حین چرخش به دور کلبه در هوا فوت می‌کرد. ناگهان او بر روی رد پایی که از کوه پایین می‌آمد متوقف شد و توضیح داد که دختر بیمار تنها دختر والدینش بوده که در جوانی مرده بودند. اکنون در فراز مکان در جنگل بامبو روح آنان به سر میبرد. هر شب آنها پایین می آمدند که دخترشان را مریض کنند بدین منظور که او بمیرد و آنها را همراهی کند. سپس بر طبق دستورالعمل‌های جادوپزشک یک تله در مسیر کوه برای اشباح ساخته شد. این تله به شکل کلبه کوچک بود. یک پیکره گلی از دختر بیمار در آن قرار داده شد به همراه غذاهای در درون کلبه. در طول شب اشباح به آنجا آمدند و درون کلبه رفتند. آنها فکر کردند که با دخترشان هستند. در نهایت شگفتی دختر در عرض 2 روز بهبود پیدا کرد. آیا تشخیص ما غلط بود؟ این معما حل نشده باقی ماند. ببینید که یک دراماتراپی از طرف یک جادوپزشک جایگزین کردن یک وهم با یک انگاره دیگه در ذهن انسان چطور میتونه بر ماده وجودی انسان تأثیر بگذاره و حتی یک سقط جنین عفونی رو هم حتی با تب بالا درمان کنه. من چند وقت پیش یک برنامه رو دیدم از آقای دکتر هولاکویی، استاد عزیزی که خیلی مطالب بسیار زیادی تو حوزه روانشناسی و جامعه شناسی کامیونیتی ایرانی ازش یاد گرفته. اما خیلی برام جای تعجب داشت رفتاری که با یکی از این مراجعین تلفنی خودش داشت. یه فردی باهاش تماس گرفت، گفت که آقای دکتر من شبا ارواح و اشباح میان کلید اتاقمو میزنن این برقا رو خاموش میکنن. آقای دکترم با یک لحن قاطعی گفت که اصلا همچین چیزی نیست، اصلا همچین چیزی نداریم. و خب ببینید این مقوله همدلی با بیمار خیلی مهمتر از اینه که شما از بیمارت انتظار درک منطقی داشته باشی. خب بیمار اگه درک منطقی داشت که بیمار نمیشد. شما در وهله اول باید بتونید با این بیمار ارتباط بگیرید، نه اینکه بگید اصلا همچین چیزی نیست. حداقل مثل یه جادوپزشک اگر به یک دراماتراپی متوسل نمیشید شنونده باشید، نه اینکه به شکل رادیکال اون ارتباط رو با بیمار قطع کنید. همین کسایی که به ابن سینا میگن متافیزیسین ماجرای ابن سینا در درمان شاهزاده ری رو فراموش کردن که شاهزاده ری مبتلا به مالوخولیا شده بود. این داستان رو نظامی گنجوی در 4 مقاله‌اش آورده و این گاو مالوخولیایی سرش رو به در و دیوار میکوبید، میگفت که من بیمارم، بیاین که من یک گاو فربه هم، بیاین منو بکشید و
از گوشتم تغذیه کنید. و ابن سینا نمیره بگه که اصلا همچین چیزی نیست. ابن سینا میره چاقوشو تیز میکنه و میگه کجاست این گاو فربه، بیارید سرش رو ببریم. و وقتی که گاو خودش رو نشون میده میگه بخواب ببینم چقدر چاقی، دست میزنه به پهلوش میگه که آقا شما خیلی هنوز لاغری، این چاقی که میگفتی حالا باید غذا بخوری. و این همدلی ابن سینا در کنار خوراندن دارو و غذا در مدت 1-2 هفته به این گاو باعث میشه که هم ضعف ناشی از گرسنگیش برطرف بشه و همین که این بیمار مالیخولیایی کم کم به خودش بیاد و اون مالیخولیاش برطرف بشه. بنابراین این مقوله همدلی با بیمار یا حتی یک گام فراتر دراماتراپی و جایگزین کردن یک انگاره با انگاره دیگه میتونه بر خاصیت مادی وجودی این بیمار روانی تاثیرگذار باشه و تاثیر بگذاره. من مسئله فال ایچینگ رو به عنوان آخرین مسئله از این مبحث مطرح کنم. حالا فیلممونم طولانی میشه، ام نداره دیگه، اینو یهویی ببندیم. دعا کنید که بتونم آپلودش کنم. حجم که بالا میره با این اینترنت واقعا آپلودش سخت میشه. اما فال ایچینگ چیه؟ فال ایچینگ رو از قدیم، از 10,000 سال پیش یا حتی بیشتر در بین شرقی ها وجود داشته. ایچینگ یعنی یعنی در واقع تغییر و چینگ یعنی کتاب. و اینا یک فالی بوده که میگرفتن برای پیشبینی آینده و تغییر در سرنوشت. که حالا یکی از روش‌هاش استفاده از سکه های شیر و خطه که اینا به خاطر همون تعبیری که از ین و یانگ دارن 2 تا عدد پشت این سکه ها می نوشتن. عدد 2، عدد 3، زوج و فرد، که نماد ین و یانگه در ادبیات قدیم و فلسفه قدیمی چین. و میخوام 2 تا سکه داریم که این 2 تا سکه رو باید 6 بار پرتاب کنیم و هر بار مجموع این 2 تا عدد 3 تا سکه 3 تا سکه داریم که هر کدوم از اینا رو باید 6 بار پرتاب کنیم و مجموع عددهای این سکه ها به ما اعداد 6 و 7 و 8 و 9 رو میده. 6 و 7 و 8 و 9 به ما 4 تا علامت میده. عدد 6 ین متغیره، یعنی 2 تا خط مقطع با یه نقطه جلوش که بهش میگیم ین متغیر، یعنی این عدد تمایل به حضور داره. بنابر اون تمایل شما در اون لحظه و فعال بودن انرژی آرکیتایپیتون، شما میتونید عدد رو بپذیرید یا تغییر بدید. عدد بعدی 7 یا یانگ که یک خط پیوسته است، این دیگه مطلق حضور داره، جبریه، نمیتونید تغییرش بدید. عدد بعدی ین مطلق که 2 تا خط مقطعه، این رو هم نمیتونید تغییر بدید. و عدد 9 یانگ متغیره که یک خط پیوسته نقطه داره، این هم بسته به اون ویلتون در این لحظه میتونید تغییر بدید. اما پرتاب این 3 تا سکه و اومدن هر کدوم از این اعداد 6 7 8 9 که نمادهای ین متغیر، یانگ، ین و یانگ متغیره، به شما کمک میکنه که از پایین به بالا 6 تا خط بکشید و این 6 تا خط رو جفت جدا میکنید. 2 تا ستای پایین، 2 تا ستای بالا، یعنی میشه 2 تا تریاگرام، 2 تا تریوله یا تریاد یا تریپلت، هر چی اصطلاحاتش زیاده. و این 2 تا به شما یک مختصاتی میدن در جدول ایچینگ که یک هگزاگرام 64 تاییه، یک جدول 64 تایی. این بالا عکساشو میذارم. و این 3 تایی که از پایین و بالا جدا کردید شما را هدایت میکنه به یک مختصاتی در جهتش افقی و عمودی و در یک نقطه شما میستید و این میتونه آینده رو در یکی از این 64 نقطه برای شما پیش بینی کنه. اما ایچینگ خیلی ذهن ریاضیدان ها رو به خودش درگیر کرده از لحاظ تشابهاتی که با
کدون‌های ژنتیکی داره. ما در بازهای نیتروژنی که C, T, A و G هستن میدونیم که نوکلئوتیدمون 4 تاست و این نوکلئوتیدها توالی‌های 3 تایی از این 4 حالته. 3 تا داریم که این 3 تا 4 تا عدد توش میشینه، اصل ضرب 4 + 4 + 4 میشه 64. بنابراین ما به طور کلی چند تا کدون داریم؟ 64 تا، که اینا خیلی شبیه به اون هگزاگرام های ایچینگ و اون خیلی شأن بالای قائل بود برای این مقوله ایچینگ و میگفت که اصلا شاید این نگرش کیفی که ما در درک زمان در روان انسان دنبالش هستیم در ایچینگ و تغییر آینده قابل درک باشه. اما خب همین هگزاگرام ایچینگ که فوشی، حالا یکی از بزرگان این حوزه است که سازماندهی کرده ایچینگ رو، حالا یه چیزی هم از ناخودآگاه جمعی من اینجا بگم، فوشی توی اساطیر چین به عنوان اولین خردمند این حوزه اومده که لباسی از پوست ببر یا پوست پلنگ یا اژدها به تن داشته، که همین رو ما در مورد اسطوره کیومرث هم داریم. اولین پادشاه آریایی ساکن در ایران لباسی از پوست پلنگ به تن داشته و همین هگزاگرامه که بعدها در هندوستان تبدیل میشه به شطرنج. صفحه شطرنج هم هگزاگرامه و همین اعداد 4 تایی 3 تایی، این حرکت مهره‌های شطرنج در 4 جهت، این 6 تایی جفت 3 تایی که ما کلا توی شطرنج 6 نوع مهره داریم دیگه: سرباز، وزیر، شاه، اسب، فیل و قلعه. کلا 6 نوع مهره داریم که اینا درجه آزادی هر کدومشون 4 تاییه برای مهره‌های جفت. برای مهره‌های تکی 8 تاییه، یعنی وزیر و شاه میتونن در 8 جهت حرکت کنن و این عین همون عدد و نمادگرایی ها در شطرنج هم تکرار شده. منتها ما میدونیم که در هندوستان قدیم شطرنج رو با تاس بازی میکردن. 2 تا تاس، یه تاس مینداختن که از روی این تاس تصمیم گرفته میشد که چه مهره‌ای رو باید طرف حرکت بده و عنصر شانس خیلی دخیل بود در یک بازی خردمندانه مثل شطرنج، که این داستانش در شاهنامه هست. میگن که به دربار ساسانی یک پیکی فرستاده شد که این بازی شطرنج رو فرستادن، مهره ها، صفحه، همه چیز. گفتن که اگه ایرانی‌ها بتونن قواعد شطرنج رو در بیارن ما 1 سال بهشون خراج میدیم و اگر نتونستی شما باید 1 سال ما خراج بدین. و پادشاه ساسانی بزرگمهر، فیلسوف و سیاستمدار دربار رو احضار کرد و بزرگمهر ظرف 1-2 هفته تونست قواعد شطرنج رو در بیاره و در کنار این امر بازی تخت نرد رو هم ابداع کرد بزرگمهر و به همراه یک هدیه به هند پس میفرسته تخت نرد و شطرنج رو، قواعد بازی رو. اما کاری که ایرانی‌ها کردن در دوران بزرگمهر و در دوران عباسیان این بود که تاس رو از بازی حذف کردن و ایرانی‌ها اون عنصر شانس رو به طور مطلق با 2 تا تاس در بازی تخت نرد ادامه دادن، اما گفتن که عنصر خرد یا دترمینیسم تو بازی شطرنج باید خیلی پررنگ‌تر باشه. ما باید با عقل محض، با خرد محض شطرنج بازی کنیم. انقدر خودمون رو درگیر مقوله انداختن تاس و شانس در این بازی نکنیم. در عوض شانس رو از اون به طور مطلق وارد بازی تخت نرد کردن و اون شطرنجی که الان در اروپا و روسیه انقدر داره بازی میشه به شکل دترمینیسم یا جبریش، این رو یک روایت اینه که میگن ایرانیا باعث شدن که این عنصر دترمینیسم وارد این بازی بشه از زمان ساسانی و توسط بزرگمهر خردمند. بنابراین اون چیزی که ما در علوم قدیم داشتیم و خرافه خطاب میکنیم، چیزایی مثل فال ایچینگ و این چیزها، اینا خرافه نیست، اینا مادر علومیه که ما امروز داریم و ما باید به اون زبان خنثی برسیم که ولفگانگ پاولی میگفت، اون نیوترال لنگویج، که اینقدر سر ستیز با پدیده های به اصطلاح ماورایی نداشته باشیم، اینقدر
شأن بالا و متعصبانه‌ای برای مقوله علیت قائل نباشیم، چون در همین علم علی هم پدیده‌های غیر علی وجود داره. اینو دیگه ما که فیزیک کوانتوم رو حالا بررسی کردیم، حداقل توی این 2 جلسه 3 جلسه بهتر میدونیم. و ماری لوئیس فون فرانس میگه که من 1 سال داشتم سینکرونیسیتی رو برای یه استاد دانشگاهی توضیح میدادم و استاد در نهایت با عصبانیت گفت اگر این چیزایی که تو میگی درست باشه من خودم از این پنجره پرت میکنم پایین. و ماری میگه من واقعا متحیر بودم که اون بلاهت مذهبی، تعصب مذهبی چطور میتونه به یک شکل علمی تبدیل بشه، به یک شکل علی دکارتی تبدیل بشه که طرف بگه آقا من حاضر نیستم هیچ چیزی غیر از اون چه که در علوم تجربی و روش‌های علمی خودم استفاده کردم بپذیرم. ابن سینا چی میگه؟ ابن سینا میگه که یکی از چیزهایی که مانع بوده در برابر من که بتونم آموخته های جدید داشته باشم دانسته های قدیمی منه. اینا حجابیه بر چهره دانشمند، بر چهره پژوهشگر که نمیذاره مسیرهای واقعا جدیدی رو در برابر خودش باز کنه. تو خود حجاب و خودی حافظ از میان برخیز. میگه تنها مزاحم تو، تنها چیزی که باعث بشه تو جلوی پاتو نبینی همین حجاب، همین پرده‌ای که بر جلوی چشمانت کشیدی. و اصلا این نگرش غیر الگوریتمی که راجر پنروز میگفت و این نگرش غیر علی و کیفی که یونگ میگفت، همین رو ما در اشعار مولانا هم داریم. مولانا از یه طرف ما رو دعوت میکنه به تعمق در معنا که ای برادر قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی بسان دانه است، دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقل. میگه که شما باید معانی رو درک کنید و نقد علیت انجام میده مولانا بدون اینکه اسمی از علیت دکارتی ببره و میگه که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. و میبینیم که اینجا چه تشابهی بین نگرش مولانا و نگرش یونگ هست. و خب تشابهات مولانا و یونگ فقط به همینجا ختم نمیشه. من اینم به عنوان آخرین نکته بگم و دیگه بحث امروزمون رو ببندیم، این سگانه رو ببندیم. دکتر شمیسا خیلی مقایسه جالبی بین یونگ و مولانا انجام میده. میگه که اتفاقا یونگ در بحبوحه جنگ جهانی در صلح مطلق در کشور خودش زندگی میکرد، در سوئیس زندگی میکرد و مولانا هم در دوران خونریزی مغول پدرش به موقع تونش نجاتش بده و اون رو به قونیه ببره. و تشابه دیگه این دو نفر هم مطمول بودنشون از لحاظ مالیه که اینا هیچ دغدغه مادی نداشتن. هم یونگ انسان مطلوب و شکم سیری بود و هم مولانا. و همین باعث شد که اینا دوتا عرفان، دوتا حوزه جذاب در روانشناسی باز کنن. مرسی دوستان که شنیدید. انشالله که مطالب این 3 جلسه به کار اومده باشه. من توصیه میکنم که حتما این جلسات رو به ترتیب نگاه کنید. قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم و همچنین سراغ نقل قولهای امثال پیترسون در مورد یونگ نرید. حتما سراغ خود رفرنس برید. خوشبختانه مقاله یونگ و پاولی در دسترسه در عصری که ما زندگی میکنیم. این مقاله رو خودتون 1 بار مطالعه کنید و مطمئن باشید که لذت خواهید برد. فقط همونطور که یونگ در ابتدا میگه با حسن نیت واردش بشید، با نیت موجگیری وارد مقاله نشید. مرسی که گوش کردید و به امید دیدار.